همین چیز لای خوراک بسیار کس این میداند ریماتیزم عجلش ریماتیزم نس میکند چخیل میکنیم یک پیاله چینید ای اگرات یک پیاله چینید درون آب بپرتوید یک سوتکه ایستاد دروننگی لایاش میپرتود بعد تازه شدن هم خیلی یک پیاله لای خوراک با یک پیاله سپیرت میاندازید یک تا بانکا با نستایکه میکنید فهمیدید تو می دوستو با همون یک پیاله لای خوراک یک تا بانکا با میاندازید ابالوش یک پیاله سپیرت 95% аптека و با ارزان کو ابالوش میریزید ای لای خوراک سال بالاتر ایستاد و این نستایکه میشه در روز دهن بانکر یگان لطقتی بسته جای تاریکی با 10 روز ایستاد بعد 10 روز گرفته پوچکو با میمولید خدا خواهد من به هزار رحمت میگوید آدمایی که ریماتیزم به پرسونیتون بعد دویومش ترپی سیاه بازارو با ترپی سیاه بینه درونش سفید میشه انویا سوک برورک با میپرتوید می آبش برورید سحر 2 قاشق کلون بیگانی 2 قاشق کلون دلی گوش نبا میخورید و آبی ترپا میمالید پوچکاتون با خدا خواهد از که نیست میشد ای شما ریماتیزم از دست گم میشد خدا خواهد سیوم راهش همون گوهی گو است که گوهی گو اما گوهی گو یک جای با توپ میکنید پوچکاتون 15 مینوت یک روز در آورده میستید یک خیلی میخندد نخواد گوه قطعی آدم ریماتیزمش نیست شود ای پوچکاتون همون ریماتیزم کشیده میگرفته است این ریسیپ رستم طبیب این آدمایی که قشلاق با زندگی میکنند همین چیز پروبا کنید خدا خواهد نیست شود غلام جان دعا میکنید غلام جان 93 توصیه بیپول کسی ریماتیزم برای هنوه و یک تا ویدیو موندن ولایت ناحیه ظفرآباد همه وقت تاجیکستان جان دلم وطنم و پیش